افراد تمایل زیادی به لمس یا مالیدن بدن خودشون به دیگران بدون رضایت مکانهای شلوغ دارن و از این کار لذت میبرن، ولی اینها برای احساس بی‌ارزشیشون دست به این رفتار میزنن. حتی بعد از این رفتار احساس شرم و گناه میکنن. حالا دلیل این رفتارشون چیه؟ به خاطر اینکه تو استفاده جنسی یا به خاطر تربیت نادرستشون باعث این اختلال میشن. حالا پیامدش برای قربانی چیه هستش؟ اینکه اینها دچار تروما میشن، دچار ترس و اضطراب میشن و اعتماد به نفسشون میاد پایین، حتی توی روابط اجتماعیشون دچار مشکل میشن. چون کبوترم به چشم تو را میخون نموده اما